کبیری تو نامرد هستی. هر خیل آوازهای بردروغ رو در اینترنت پخش کرده ایستاده. من از تو یک چیز رو میخوام بپرسم. وقتی که ما رو در همین جنایت شریک ساختی، ما رو دستگیر کردن، پسری ترسانچه کرد، از جای حادثه مثل روباه گریخته رفت، از بین 5 سال گذشت. آیا در این بین خودی تو یا پسرت $100 به عائله من کمک کردید؟ نکردید. مگر تو نبودی که بیمارخانه سیرویتی که در ناحیه رودکی بود با نرخ ناچیز خریدی و با صدها نرخ قیمت او را فروخته، پولش را گرفته به فایده خود رساندی. امروز لاف میزنی که مردم تاجیکستان یا که دولت تاجیکستان از عهده پیشگیری کرونا ویروس نمیبراید یا اینکه پیشگیری کردن نمیتونه. این بنا امروز وجود می داشت، بنیاد میشد، صدها مردم تاجیک از اونجا شفا میافتند.